تاریخ ایران از حدود 7000 سال پیش شروع میشه. اولین تمدن‌های بزرگ ایران مانند ایلامی‌ها و مدی‌ها در این منطقه شکل گرفتند. یکی از بزرگترین امپراتوری‌های ایران در این دوره امپراتوری هخامنشی بود که توسط کوروش بزرگ تأسیس شد. این امپراتوری شامل مناطق زیادی مثل مصر، هند و یونان شد. 2. امپراتوری ساسانی. بعد از هخامنشیان امپراتوری ساسانی به قدرت رسید. در این دوران ایران با روم و بعدن بیزانس جنگید و تمدنی بسیار پیشرفته و شکوفا داشت. 3. اسلام و ورود آن به ایران. در قرن 7 میلادی اسلام به ایران آمد و ایران بخش بزرگی از امپراتوری اسلامی شد. در این زمان ایرانی‌ها نقش مهمی در پیشرفت علم، فلسفه و فرهنگ اسلام داشتند. 4. سلجوقیان و مغول‌ها. در قرن‌های بعد ایران شاهد حملات مغول‌ها بود که باعث ویرانی‌های زیادی شد. اما بعد از این دوران ایران دوباره به یک قدرت بزرگ تبدیل شد. به پنجاه صفویان. در قرن 16 میلادی سلسله صفوی بر ایران حکومت کرد و مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شد. ایران در این دوران قدرت و شکوه زیادی پیدا کرد. 6. قاجاریه. در قرن 18 و 19 قاجاریان بر ایران حکومت کردند. این دوران با مشکلات داخلی و دخالت‌های خارجی همراه بود. 7. پهلوی. در اوایل قرن 20 خاندان پهلوی به قدرت رسیدند. ایران در این دوران مدرن‌تر شد و تلاش‌هایی برای توسعه اقتصادی و صنعتی صورت گرفت، اما در نهایت انقلاب 1979 باعث سقوط این حکومت شد. 8. جمهوری اسلامی ایران. پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت الله خمینی شکل گرفت. از آن زمان تا امروز ایران با تحولات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده است.